بسم الله الرحمن الرحيم. کردیم تو ببخش، غافل شدیم تو ببخش، پروردگارا نافرمانی کردیم تو ببخش، پروردگارا در او راهی که تو خواستی اگر نرفتیم تو ببخش، پروردگارا اگر چشم ما به بیراه رفت تو ببخش، اگر زبان ما به بیراه رفت تو ببخش، اگر پای ما به بیراه رفت تو ببخش، پروردگارا دست ما به بیراه رفت تو ببخش، پروردگارا تو ستار العیوبی، پروردگارا تو غفار الذنوبی، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، پروردگارا در نیمه شعبان قرار داریم، در 15 شعبان قرار داریم، پروردگارا ما را از گناه و معصیت پاک بگردان و ما را پاک به رمضان داخل بگردان، پروردگارا ربا دستان ما به طرف تو دراز است، عاجزانه از تو می طلبیم، خاشعانه از تو می طلبیم، بنده حقیر و فقیر و ضعیف تو هستیم ربا. پروردگارا شعبان است، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، پروردگارا ما را به رمضان برسان، پروردگارا ما را پاک به رمضان برسان، پروردگارا قبل از این که به رمضان داخل بشیم ما را از گناه و معصیت پاک بگردان، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، پروردگارا سال 1400 سپری کردیم ولی نمیدانیم که این اعمال ما چگونه هست، پروردگارا اعمال درست و صحیح انجام ندادیم، ربا ضعیفیم عاجزیم، از یک مشت خاک چی میخواهی؟ پروردگارا نیاز به کرم تو هست، نیاز به فضل تو هست، پروردگارا فضل تو بی پایان هست، پروردگارا عزیزانی که امروز روزه دارن، خدایا اونهایی که در شعبان روزه دارن و برکت صائمین شعبان، و برکت قائمین شعبان، و برکت صدقه دهندگان شعبان، و برکت محبوبانت یا الله همه مشکلات این جمع و مشکلات امت اسلامی را حل بگردان، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، رو خانواده هایی که پریشانن نگرانن، اون طفلی که از آغوش مادر دور شده و به دست ظالمینه، پروردگارا این خانواده و سایر خانواده هایی که درد و رنج دارن از درد و رنج و غم و مصیبت نجات بده ربا. پروردگارا چقدر زیباست در دروازه تو نالیدن، چقدر زیباست به دروازه تو گریه کردن، چقدر زیباست از پدر و مادر مهربان تری، تو ذاتی که کرم تو بی پایان، لطف تو بی پایان، مرحمت تو بی پایان، پروردگارا خدایا این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار پروردگارا خواهر و برادر از همه دردها و رنجها و غمها و مصیبتها نجات پروردگارا رسول الله که رحمت للعالمین هست، رسول الله که گناهان ما قبل و ما بعدش بخشیده بود، شعبان را تماما روزه میگیرید، شعبان را اکثرا روزه داشته، پروردگارا ما که بنده گناهکاری به
بنده‌ای که سر تا پا تقصیری، تو طاعات و عبادات ناقصه ما را قبول بفرما. تو کریم، تو رحیمی، تو جلیلی، تو جبار، تو سمیعی، تو خبیری، تو بصیری. حال همه امت رم بفرما، پروردگارا حال همه رم بفرما. پروردگارا اونهایی که مریضی دارن مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اونهایی که قرض دارن قرضشان را آسان بگردان. پروردگار اونهایی که مشکل دارن که با کسی گفته نمیتوانن، تو حلال المشکلات، مشکلات همه را حل و آسان بگردان. پروردگار اونهایی که اسیری دارن اسیرشان را از قید اسارت نجات بده. پروردگار اونهایی که مسافر دارن مسافرشان را صحیح و سالم با آغوش گرم خانواده برسان. اونهایی که طلب اولاد نمودن یا رب اولاد صالح عنایت بفرما. اولادهای همه ما را اولاد صالح بگردان. پروردگارا شعبان است، پروردگارا ما را به رمضان برسان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. پروردگارا همه اموات ما را ببخش، همه اموات ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما، جوانان و نوجوانان ما را حفظ بفرما. پروردگارا خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا پروردگارا اینهایی که اشک میریزن اینها به خانه تو هستند. پروردگارا در خانه رحمان آمدیم. خدایا از در خانه رحمان هیچ کس ناامید نرفته. خدایا این جمع را از اینجا ناامید بیرون نگردان. پروردگارا اینها را مرحوم و مغفور پروردگارا بیرون بگردان. پروردگارا گناهان همه ما را ببخش. پروردگارا گناهان همه ما را ببخش. پروردگارا گناهان همه ما را ببخش. و من یغفر الذنوب الا الله، کیست که گناهان را غیر از الله ببخشه؟ خودت گفتی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. پروردگارا ما دروازه غفور الرحیم را در میزنیم. تو غفوری، تو رحیمی، تو کریمی، تو از پدر و مادر مهربان تری. ربا پروردگارا خدایا آخرت همه ما را خوب بگردان، حسن خاتمه نصیب بگردان. پروردگارا دعای همه ما را قبول بفرما. خدایا دعای این جمعیت را تو قبول بفرما. پروردگارا مشکلات خواهران و برادران را حل بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا